اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آخرین درس از قاعده حرکات می باشد. در کلیپ های قبلی حرکات را شناختیم، نامای حرکات، تلفظ آن، به چند قسم حرکات است ما داریم و این را هم یاد گرفتیم که بالای کدام حرف که حرکات باشد هیجی خواندن آن و روانی خواندن آن کدام است، که یک حرف را چه قسم هیجی میکنیم، هیجی آن کدام است و روانی آن کدام است، به کدام شیوه تلفظ میشد. در کلیپ های قبلی انشالله شما یاد گرفتین. امروز آخرین درس است. شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. ببینین این حرف را که زبر داره و پیش داره به رنگ سبز نوشته شده و زیر که داره به رنگ سیاه. مطلب این است که را از جمله صفات، یعنی احکام را که است، از جمله صفات عارضه می باشد. وقتی که را زبر داشته باشه یا پیش داشته باشد پر خوانده می شود، یعنی تفخیم می شود، و وقتی که زیر داشته باشد باریک خوانده می شود، ترقیق می شود. شرح بیشتر باز انشاءالله در صفات عارضه در باب احکام بر شما خواهد رسید در علم تجوید. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. دال زبر ده، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. سین زبر سه، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. ز زبر زه، ز زیر زی، ز پیش زو، ز زی زو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واوی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. درس امروز قاعده حرکات مکمل خلاص شد. درس تا به همین جا کفایت میکند. انشاءالله روز به روز قاعده دلچسب شده میره و اطفال شما هم از این علم مستفید میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.